دعای بعد از وضو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که وضو گرفت و بعد از آن گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، یعنی گواهی می دهم که نیست معبود بر حق بجز الله و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست، برای آن شخص 8 در جنت گشاده می شود و از کدام دری که بخواهد می تواند داخل شود. در روایت ترمذی باشد دعای مذکور در شکل زیرین آمده است: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق بجز الله و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. بار الها مرا از جمله بسیار توبه کنندگان و از جمله بسیار پاکیزگان بگردان. برای آن شخص 8 در جنت گشاده می شود و از کدام دری که بخواهد می تواند داخل شود.